مؤمن با رعایت حکم الله احساس افتخار میکنه، با گردن بلند در بین مردم با حکم الله عمل میکنه، نه با گردن پخش، نه با خجالت. کسان دیگه قول غیر الله را در جای با افتخار بیان میکنه و این را درست و عادلانه میدانه. مؤمن با بیان حکم الله احساس افتخار میکنه و حکم الله را عادلانه میدانه و حکم الله را عالمانه میدانه و حکم الله را مطابق مصلحت انسان میدانه و حکم الله را مطابق مصلحت جامعه میدانه. و اگر کسی حکم الله را مطابق مصلحت جامعه و عادلانه و عالمانه ندانه ولو عملا رعایت بکنه، مؤمن نیست. قبل از مفاهیم عملی مفاهیم اعتقادی در دین مطرح است. انسان اول معتقد باشه به این که حکم الله حکم عادلانه هست، معتقد باشه به این، باورمند باشه به این که حکم الله حکم عالمانه هست، معتقد و باورمند باشه به این که حکم الله حکم حکیمانه هست. و وقتی ما به حکم الله عمل میکنیم، این حکم کوچکی نیست، حکم ظالمانه نیست که من از او خجالت بکشم، حکم خلاف علم نیست که من از او بشرمم، حکم خلاف حکمت و مصلحت نیست که من او را پنهان بکنم، بلکه حکم است که مصلحت اساسی زندگی ما را در دنیا هم تأمین میکنه و راه بر رسیدن به سعادت آخرت هم هست. پس مؤمن با گردن بلند به حکم الله عمل میکنه و دیگرایی که حکم الله را نقض میکنن باید پیش حقیر بوده باشن. معنای گپ این نیست که ما متکبر شویم، بلکه منظور من اشاره به عزت ایمانی است که از رعایت احکام الله خجالت نکشیم، احساس ذلت نکنیم، بلکه به خاطر پابند بودن به حکم الله احساس عزتمندی در مقابل او کسانی بکنیم که حکم الله را نقض میکنن. اونا باید خجالت بکشن، اونا باید بشرمن و بعد به حال او جامعه‌ای که همه قدر مفاهیم سرچپه شده باشه. نامش بگذاریم جامعه اسلامی، مردم به خاطر عمل به احکام الله ملامت شوند، مردم دعوت کردن به ترک حکم الله و کسانی که عمل میکنن در این درجه بوده باشه. و گاهی وقتا از لحاظ تعامل ما صراحتا حکم الله پیامبرش رد بکنیم و عرف و عنعنات و نمیفهم رواج ها و گپای چیز دیگه را سر خود چی بکنیم؟ ترجیح بدیم.